من تو لیمبورگ زندگی میکنم، جنوبی ترین استان هلند. و تو کل زندگیم همیشه دلم میخواست پرستار افراد ناتوان باشم. درست چند ماه پیش رویام به حقیقت پیوست. و حالا تمام وقت به عنوان پرستار توی خونه سالمندان در ماستریکت مشغول به کارم. داستان من تو همینجا اتفاق افتاد. خونه سالمندان در بیرون شهر ماستریکت قرار داشت. اون ساختمون قبل از اینکه خونه سالمندان بشه یه خشکشویی بود. آسایشگاه از 3 ساختمون تشکیل شده که از داخل به هم متصلن. ظرفیت هر کدوم 8 نفره و در کل 24 نفر سالمند میتونن تو اون خونه زندگی کنن. هر کدوم از سالمندا اتاق شخصی خودشونو دارن. بعضی اتاقا بزرگترن و همون دستشویی و آشپزخونه شخصی دارن و بعضیاشون کوچیکن با دستشویی مشترک در راهرو. اولین باری که تو اون آسایشگاه مشغول به کار شدم فقط 17 سال داشتم و به عنوان کارآموز رفته بودم. داستانم 2 سال پیش اتفاق افتاد. یکی از بیمارام که 3 سال بود اونجا زندگی میکرد از اونجا رفت تا توی آسایشگاه دیگه زندگی کنه. خانواده‌اش ادعا کرده بودن که پدرشون تو اتاق احساس امنیت نداره چون از کمدش صدای تق تق میشنوه. از اونا به خاطر ناراحتی پیش اومده عذرخواهی کردیم ولی زیادم اهمیتی ندادیم. اون اتاق تمیز و ضد عفونی شد و 1 ماه بعد یه سالمند جدید اومد تا اونجا زندگی کنه. یه پیرمرد بود به نام ریک. ریک یه مرد مهربون و خوشقلب بود و همیشه دوست داشت درباره اسبایی که تو کودکیش داشت حرف بزنه و همچنین درباره علاقش به اپرای روسی. همیشه مچشو تو آشپزخونه در حال برداشتن اسنک میگرفتم. گاهی هم یواشکی به اپرا خوندنش گوش میدادم. باید اعتراف کنم که صدای فوق‌العاده محشر و زیبایی داشت. اوایل قبل از رفتن به خواب بهمون شب بخیر میگفت. اما با گذشت زمان I knew you wouldn't let me down. The ultimate lasagna from Domino's. Feast like a don. ریک افسرده شد. دیگه مثل قبل غذا نمیخورد و به شدت وزنش کم شده بود. بدون حوامدش قایم شده. من و همکارام داشتیم به نتیجه میرسیدیم که آلزایمر گرفته و ازش تست گرفتیم. تستش هم انجام شد اما نتیجهش منفی بود. ریک هر شب با فریاداش ما رو بیدار میکرد و وقتی میرسیدیم که آلزایمر گرفته و غذا نمیخورد و به شدت وزنش کم شده بود. بدون حرف رو مبلش مینشست و به یه نقطه زل میزد. وقتی ازش پرسیدم چی شده بهمون میگفت که کابوس بدی دیده و یه جور موجود تو کمدش قایم شده. من و همکارام داشتیم به نتیجه میرسیدیم که آلزایمر گرفته و ازش تست گرفتیم. تستش هم انجام شد اما نتیجهش منفی بود. ریک هر شب با فریاداش ما رو بیدار میکرد و وقتی میرفتیم تو اتاقش رو تخت نشسته بود و با دستهای لرزان به کمدش اشاره میکرد. میگفت یه چیزی از تو کمد خزیده بیرون و اومده تو تختش. موجود و اینجوری برامون توصیف میکرد. لاغر و استخونیه، چشمای سبزی داره، درست همرنگ چشمای مادر فوت شدش و انگشت‌های بزرگ با پنجه‌های تیز داره. صورتش شبیه جمجمه انسانه و اون چشمای سبزم فقط 2 نور کوچیک هستن. میگفت دهنش پر از دندونای تیزه مثل کروکودیل. اون موجود میومد و کنارش رو تخت دراز میکشید و دستاشو دور بدنش حلقه میزد. ریک میگفت اون دهنشو باز میکنه و بوی بسیار متعفن و بدی ازش میاد. تو گوشش هم زمزمه میکنه برا بیرون، اینجا خونه تو نیست. اونم فقط گوشاشو میگرفت و تو خودش جمع میشد. ریک بیچاره. همکارام کمد چک کردن اما چیزی اونجا نبود و تنها چیزی که میتونستیم بهش بگیم این بود که همه چیز اوکی میشه. حدود 1 ماه گذشت. ریک در حالی که رو کل بدنش جای زخم بود از خواب پا میشد. خراشای عمیقی داشت
انگار جای پنجه بودن و حتی جای گاز گرفتن عمیقم رو تنش بود. بیشتر شبیه رد دندون یه حیوان بود تا انسان. ریک دیگه دلش نمیخواست تو اتاقش بره و حتی ظرف غذاشو میبرد تو اتاقش و میذاشت جلوی کمد. همکارام غذا رو بر میداشتن، اما ریک جلوشونو میگرفت و میگفت اینجوری موجود رو عصبانی میکنید و اگه عصبانی بشه منو تنبیه میکنه. دلم خیلی براش میسوزه، به خصوص وقتی یادم به ترس توی چشماش میفته. آخه دعواش میکردیم و ظرف غذا رو ازش میگرفتیم. این جریان 2 هفته ادامه داشت و ریک هر روز این رفتارا رو تکرار میکرد. یه شب من و یکی از همکارام شیفت شب کار میکردیم. طبق معمول دور میزدیم و چک میکردیم که همه خواب باشن و دستگاه هم درست کار کنن. اونجا بود که صدای جیغ بسیار وحشتناکی تو کل ساختمون اکو شد. صدای جیغ از اتاق ریک اومد. با 2 رفتیم داخل و در رو سری باز کردیم و با صحنه بسیار وحشتناکی مواجه شدیم. ریک به پشت رو تخت خوابیده بود و نفسش بالا نمی اومد. داشت با ناخوناش محکم رو تن و گلوش رو خراش می کشید و کل تنش رو پر از زخم کرده بود. تخت و بدنش پر از خون شده بودن و یه رد خون هم بود که به کمد داخل اتاقش منتهی می شد. گوشش کمی باز بود. همکارم سری به 112 زنگ زد. شماره اورژانس هلند. به بدبختی داشتم جلوی خنجر انداختن ریکو می گرفتم و ریک فقط جیغ می کشید. به سقف زل زده بود. درست این کسایی بود که تسخیر شدن. بالاخره آمبولانس رسید و ریکو بردن. 1 هفته بعد اما خبر بدی دریافت کردیم. ریک مرد. اتاق بار دیگه خالی شد. از شرکت نظافتی اومدن و خونا رو تمیز کردن. اونجا خیلی زود دوباره اشغال می شد. یادمه قبل از اینکه اتاقو به کسی بدن دیدم یکی از سالمندا اونجا میخ شده. هی، اینجا چی کار میکنی؟ پیرزن به هم زل زد و زیر لب گفت این اتاق هرگز نباید به کسی داده بشه. اونو عصبانی میکنه. اون کیه؟ با صدایی لرزون ازش پرسیدم. میدونی کیو میگم؟ همون شیطانی که تو کمد زندگی میکنه. بعد از اینکه اینو گفت از اتاق رفت بیرون و منو مات و مبهوت گذاشت. 2 هفته بعد همون پیرزن به اون اتاق منتقل شد. نمیدونم چرا اونو برده بودن اونجا، ولی فقط میدونم که اونم بعد مدتی تغییر کرد. الان دیگه حتی اسم خودش هم یادش نیست. فقط جلوی کمد میشینه و با شیطان حرف میزنه. نمیدونم تو این آسایشگاه چه خبره، اما مدام اتفاقات غیرعادی میفته. همکارام میگن تو راه رو صدای قدم‌های پا میشنون. بعضیاشون تو باغ صدای پچ پچ میشنون و حتی یکیشون میگفت که یه سایه شیطانی بهش حمله کرده. نمیدونم تا چه حد راست میگن، ولی از این مطمئنم که موجود داخل کمد واقعیه و دلش نمیخواد هیچ سالمندی تو اتاقش زندگی کنه. وقتی 13-14 ساله بودم از طرف مدرسه با دوستامون رفتیم فیلیپین سفر. توی مسافرخونه 2 طبقه تو مانیل بودیم. ویوش عالی بود و بسیار آرامش بخش. روز دوم من و اپل تصمیم گرفتیم که بریم با هم دوش بگیریم. مسافرخونه تو اتاقاش حموم نداشت. به جاش یه حموم مشترک داشت که توش چند تا اتاق دوش بود. اپل رفت تو اتاقک اولی و منم رفتم تو کناریش. موقع دوش گرفتن صدای دوستم ویولت اومد که داد میزد کجایید؟ منم با هیجان جواب دادم اپل تو اتاق اولی، منم دومی. تو هم میتونی بری تو دوش سوم. خیلی هیجان زده بودم. خب تو اون سن و سال این که 3 تایی با هم دوش بگیریم خیلی فان بود و حال میداد. صدای باز شدن در بغلی، کنار رفتن پرده و باز شدن دوش اومد. همینجوری که حموم میکردم با ویولت مشغول صحبت شدم در مورد چیزای تیپیکالی که نوجوانا حرف میزنن دیگه. بعد اپل از داخل حمومش منو صدا زد. هی، با کی داری حرف میزنی؟
فکر کردم لابد به خاطر صدای آب و اینا نتونسته صدای ویولت درست بشنوه. به اپل گفتم ویولت اینجاست، تو حموم سومی. اوه اوکی. بعد دیگه من و ویولت و اپل ستایی با هم مشغول صحبت کردن شدیم. بعدش صدای لیلا رو از بیرون حموم شنیدیم. بهش گفتم ما ستا کجاییم و گفتم میتونه بره تو حموم آخری که خالیه. مثل ویولت صدای باز شدن در، پرده و دوش آبو شنیدم. فکر کنم یه 10-15 دقیقه با هم حرف زدیم. ویولت بهم گفت میشه صابونتو بدی چون خودم یادم رفته بیارم. جواب دادم البته. بعد سعی کردم از بالای همون به دستش برسونم. دستمو دراز کرده بودم ولی اون نمی گرفتش. گفتم ویولت بیا بگیرش دیگه. جوابی نداد. 5 ثانیه صبر کردم اما هیچی نگفت. شونمو انداختم بالا و از بی محلیش لجم گرفت. موقعی که اومدیم بیرون و داشتیم خودمونو خوش میکردیم گفتم ویولت، لیلا، ما اینجا منتظرتون میمونیم تا با هم برگردیم تو اتاقامون. با اپل نشستیم و منتظر موندیم. از اونجا میتونستیم اتاقا رو ببینیم ولی بالای درش از این شیشه‌های مات بود که نمیشد ببینی داخلش چیه. فقط اگه کسی اون تو میبود میشد سایه شدید. ناگهان من یه حس عجیبی کردم. اونجا بود که فهمیدم هیچ صدایی از تو هموم در نمیاد. نه صدای آبی، نه شستنی. دوباره اسمشون رو صدا زدم. جوابی ندادن. با ترس به اپل نگاه کردم. اونم بهت زده به من نگاه کرد. گفتم نکنی یه اتفاقی براشون افتاده و رفتم سمت حموم سوم. فکر میکردم قفل باشه اما نبود. تو دلم آشوب شد. حمومی که باید به خاطر بخور آب داغ باشه سرد بود. چشمامو بستم و سری پرده رو زدم کنار. ببخشید ویولت. آروم چشمامو باز کردم و گفتم فقط نگرانتون شو. همونجا از صحنه‌ای که دیدم یا بهتر بگم صحنه‌ای که ندیدم خشکم زد. همون خالی بود و کاملا خشک. انگار هیچ کس اونجا نبود. با سرعت اومدم بیرون و رفتم تو اتاق دوش 4. اونجا هم همینطوری بود. خشک، خالی و بدون لیلا داخلش. پس من با کی حرف می زدم؟ یعنی ویولت و لیلا قبل از ما رفته بودن و متوجه نشده بودیم؟ با دست لرزون به سر دوش دست زدم تا ببینم تره یا نه. اما کاملا خشک بود. هیچ اثری از اینکه کسی داخل همون بوده نبود. با دو از همون اومدم بیرون و دست اپلو گرفتم و دویدم تو اتاقمون و وقتی رسیدیم دیدیم ویولت داره با یکی دیگه از دوستامون حرف میزنه. گفتیم تو الان تو همون نبودی؟ و گفت نه اصلا. اون یکی دوستمونم حرفشو تایید کرد و گفت اصلا از اتاق بیرون نرفته. بعد گشتیم دنبال لیلا و دیدیم داره تو رستوران غذا میخوره. از اونم پرسیدیم و جوابش درست مثل ویولت بود. گفت من همش همینجا بودم. من و اپل با ترس به همدیگه نگاه کردیم. پس کی بود که صابون میخواست؟ اگه صدای دوش نبود پس من صدای چیو داشتم میشنیدم و از همه ترسناکتر یعنی یکی داشته از حموم بغلی منو نگاه میکرده. دسامبر سال 1999 ناگهان توی خونمون ظاهر شد. شب بابام منو واسه شام صدا زد ولی وقتی داشتم از پله ها می اومدم پایین جلوی پله ها وایستاد و با دستش اشاره کرد که وایستم. چشاش خیلی مضطرب بودن و فهمیدم یه اتفاقی افتاده. بابام ادامه داد که قراره یه نفر رو توی خونه ببینی ولی فقط حواست به من باشه. سعی کن تا اونجایی که میشه بهش توجهی نکنی. زدم زیر خنده. من 12 سالم بود فکر میکردم بابام داره با هم یه شوخی مسخره میکنه ولی اون قبل از اینکه جوابی بدم به حرفش ادامه داد. اون زن یواش حرف میزنه و هر کاری میکنه که تو بهش توجه نشون بدی. خیلی سخته که بی‌اعتنایی کنی پسرم ولی هرگز به هیچ دلیلی باهاش هم کلام نشو. اگه وانمود کنی که اصلا وجود نداره اونم از اینجا میره. این کارو میکنی پسرم؟
سوالای خیلی زیادی توی سرم بود، ولی به بابام جواب دادم که باشه. خیلی ترسیده بودم. بابام گفت اوکی، وقت شامه، بیا بریم پایین. چیزایی که بهت گفتم قوی ترش میکنه، ولی چاره دیگه ای نداشتم. نمیخواستم اتفاقی ببینیش و ندونی باید چی کار کنی. به هم اعتماد کن و دیگه حواستو جمع کن. آروم دنبالش از پله ها رفتم پایین سمت آشپزخونه و سعی کردم که همه ی حواسمو به بابام بدم. پایین پله ها جو سردی داشت، انگار که دمای هوا به شدت اومده بود پایین و بوی اسیدم میومد. یه بار یه راکان توی دیوار خونمون مرد و انقدر بوی گندی میداد که تا مدت‌ها بوش نمیرفت. مثل اون بود بوش. من و بابام همزمان پشت میز نشستیم. خواهرم روبرون بود و داشت به بشقاب خالی که جلوش بود زل میزد. مامانم هم داشت از فر غذا رو در می آورد و میتونستم رد اشک روی صورتش ببینم. سعی کردم فقط به خانوادم توجه کنم، ولی بعدش دیدم یه چیزی با پوست خاکستری و موهای سیاه گوشه آشپزخونه وایساده. جو آشپزخونه خیلی سنگین بود. هیچ کس نمیخندید و اون صمیمیتی که همیشه داشتیم اونجا نبود. خواهرم آروم زد روی زانوم و گفت که تو هم میبینیش؟ آروم سرمو تکون دادم و بابام گفت ساکت باشید. بعدم صدای قدمای خیس پا اومد و زن نزدیکتر شد. بوی به شدت تند و بدی ازش می اومد. آروم آروم اومد سمت میزمون و درست پشت سر خواهرم ایستاد. بعدشم بهش نزدیک شد و دستای خشک و سخونشو گذاشت روی شونه های خواهرم. خواهرم با وحشت به من نگاه میکرد. منم سرمو انداختم پایین. مامان داشت شام حاضر میکرد و سعی میکرد که عادی رفتار کنه و به روی خودش نیاره. بابام از زیر میز دست خواهرمو محکم گرفته بود تا بلکه ترسش کمتر بشه. طفلی مجبور شد کل شب اون دستای خاکستری و روی شونه های خودش تحمل کنه. سکوت آشپزخونه فقط با صدای وحشتناک اون زن و کلمات نامفهومی که میگفت پر شده بود. ما ماها به همین ترتیب زندگی کردیم و سعی میکردیم وانمود کنیم که هیچی نمیبینیم. تو طول این زمان جهنمی مامان و بابا هیچ مهمونی به خونه دعوت نمیکردن و حتی نمیذاشتن که ما به خونه دوستامون بریم. فقط میتونستیم در گوش هم راجع به اون زن حرف بزنیم، تازه اونم اگر زیاد نزدیکمون نبود. بابام ازم خواسته بود که به هیچ کس راجبش چیزی نگم تا اینجوری بتونیم از خودمون دورش کنیم. فهمیدم تا زمانی که کسی در موردش ندونه نمیتونه اونو ببینه. چند سال بعد فهمیدم کسی که اون زن آورده بابام بوده. دهه 70 میلادی عمم به دلایلی با اون زن مواجه میشه و بعد از اون دیگه عممو ول نکرده و باهاش زندگی کرده. سال 1999 بابام به دلایلی نتونست فکر اون زن رو از سرش بیرون کنه و زنم چسبید به بابام. تمام سعیمونو کردیم که در موردش هیچ حرفی نزنیم و این سخت‌ترین کار زندگیمون بود. اون همیشه با ما بود. حتی وقتی از خونه میرفتیم بیرون هم تو ماشینمون بود. یه جورایی جزئی از خانواده ما شده بود. واسه مامانم از همه سخت‌تر بود چون ما میرفتیم مدرسه و بابام هم سر کار و اون توی خونه تنها میموند. یه شب برفی تو ماه فوریه شام خوردیم و مامانم کمی زودتر از همیشه رفت که بخوابه و اون زن را توی تخت دید. متاسفانه دیگه مامانم نتونست تحمل کنه و صدای چیخش رو از پایین شنیدیم. گفت لطفاً دست از سر خانواده‌ام بردار. رنگ بابام از ترس مثل گچ شده بود و با سرعت دوید بالا که جلوشو بگیره. و اون شب آخرین شبی بود که مامانمو دیدم. زن هنوز اونجا بود ولی مامانم ناپدید شده بود و فقط دریایی از خون روی فرش سفید باقی مونده بود. زن تا هفته ها آروم در گوش من میگفت میذارم مامانتو دوباره ببینی، فقط بپرس که باید چی کار کنم. هرچند من هرگز این کارو نکردم. واسه این دارم داستانو براتون میگم که میخوام بهش فکر کنید. امروز صبح بعد از 18 سال دوباره دیدمش. نمیخوام زن و بچه هم توی همون خطری که من و خانواده و پدر و مادرم افتادیم بیفتن. میخوام تصور کنید که توی خونه خودتونه تا بلکه شاید اونم منو ول کنه. حالا دیگه شما هم درگیرشید و یه روزی خونه شما هم میاد. باید سعی کنید که نادیدش بگیرید.
این تنها راهیه که دارید. واقعا خدا به دادتون برسه. واقعا متاسفم. کایه. یه شب وقتی 17 سالم بود با دوستام خوش میگذروندیم و تصمیم گرفتیم که یه فیلم نگاه کنیم و پاپ کورن هم درست کردیم. فیلم خیلی باحالی بود. خلاصه دورم میخندیدیم و اسنک میخوردیم و وقتی که فیلم تموم شد حدوداً ساعت 11:30 شب بود و هوا هم دیگه تاریک شده بود. دوستم اسپنسر پیشنهاد داد که بریم بیرون بازی کنیم. بازی نورافکن. نورافکن در واقع همون قایم موشکه ولی تو تاریکی، اونی هم که چشم میذاره یه چراغ قوه همراهش داره. خونه من توی بنبسته و اگر مسیر کوچیک توی حیاط پشتیمون و کمی بریم پایین به یه خیابون دراز میرسیم. روبروی اون خیابون یه زمین خیلی بزرگه که قدیما زمین بسکتبال و زمین بازی بود، ولی وقتی 8 سالم بود این زمینا خراب شدن. بنابراین اون زمین خالی بود ولی پر از بوته و جای قایم شدن بود. علاوه بر این یه مزرعه ذرتمون بغل بود که واسه بازی ما عالی بود. خلاصه چند تا چراغ قوه برداشتیم و رفتیم توی زمین. سنگ کاغذ قیچی بازی کردیم و قرار شد که دوستم بریدن چشم بذاره و من و اسپنسرم رفتیم توی مزرعه ذرت که قایم بشیم چون اونجا سخت میشد پیدامون کنه. باقی افرادم جان، ایتن و لیام و برادرم کامرون رفتن جای مختلف زمین قایم بشن. خب یه اطلاعاتی باید بهتون بدم که در ادامه داستان لازم میشه. اسپنسر 17 سالش بود. جان و ایتن هم هر دوتا 16 و بریدن و کامرون و لیام اون موقع 14 سالشون بود. وقتی من و اسپنسر توی مزرعه قایم شدیم شروع کردیم راجع به فیلمی که دیده بودیم و چیزای مختلف هم حرف زدیم. یه شوخی مسخره کردم و اسپنسر زد زیر خنده. سریع انگشتامو گذاشتم رو لبم و گفتم ساکت، چون صدای خشخش برگ و قدم پا توی مزرعه میشنیدم. همونجوری نشسته بودیم فکر میکردیم بریدنه و بالاخره تونسته پیدامون کنه، ولی بعدش فهمیدم اون صدا مال چند نفره. بعدش اسپنسر گفت مگه فقط بریدن نباید چشم میذاشت؟ قلبم وایساد. داشتم میترسیدم ولی تمام سعیامو کردم که هیچی نگم. اسپنسرم ترسیده بود، نزدیک بود شلوارشو خیس کنه. بعد صدای 2 مردو شنیدیم که با همدیگه حرف میزدن. اصلا شبیه صدای دوستای ما نبود. خلاصه فهمیدیم 2 مرد دیگه هم توی مزرعه با ما هستن. خیلی آروم داشتن صحبت میکردن ولی بعضی از کلماتشونو میشنیدم که مثل پسرا دزدیدن و یه همچین چیزایی. داشتم از ترس میمردم. یه دقیقه بعد صدای رفتنشون اومد و انگار که از مزرعه رفتن، ولی بعدش صدای فریاد یه نفر اومد. میگفت برو گم شو، ولم کن، کمک. انگار صدای کامرون بود. من و اسپنسر جنگی از مزرعه پریدیم بیرون و رفتیم دنبال کامرون. بعدش بقیه دوستامون از جایی که قایم شده بودن پریدن بیرون و دویدن دنبال اون 2 مرده. اسپنسر و جان از هممون بلندتر و هیکلی تر بودن. خلاصه رفتن دنبال مرد و به حد مرگ گرفتن زدنشون. بعدش اون یکی مرده یهو حمله کرد به طرف اسپنسر. اسپنسر هم ترسید، سری چاقوی جیبشو در آورد و 3 بار کرد توی بدن اون یارو. و وقتی دوستم از پس اون مردو بر اومدن رفتم کمک کامرون و کمکش کردم پاشه. بعدش هم بلند داد زدم فرار کنید. اسپنسرم گوش کرد و مردو ول کرد روی زمین، ولی جان گوش نمیداد و همونجوری طرفو میزد. اسپنسر اومد که جانو جدا کنه و بالاخره از اونجا فرار کردیم. همه گی رفتیم خونه اسپنسر چون از همه نزدیکتر بود. همه چیو برای مامانش گفتیم. اونم به پلیس زنگ زد. وقتی پلیس رسید اونا رو بردیم توی اون زمین، ولی البته که اون مردا رفته بودن. هرچند هنوز قطره‌های خون یکیشون روی زمین بود و خلاصه پلیس از اون نمونه برداری کرد. وقتی من و کامرون رسیدیم خونه بهم گفت که مردی که اسپنسر بهش حمله کرد چاقو داشت ولی اون یکی چیزی نداشت. اولش یکم به خاطر زد و خورد بچه‌ها ناراحت بودم، ولی بعدش دیدم که چه خوب که اسپنسر با چاقو به اون مرد حمله کرد، چون اگر جان بهش حمله می‌کرد کلی چاقو می‌خورد و کشته می‌شد. این اتفاقم طبیعی بود چون که هیچ سلاحی همراه خودش نداشت. خوشحالم که هیچ کدوم از دوستامون شب آسیبی ندیدن، چون داستان میتونست یه جور دیگه تموم بشه.
ما دخترها داشتیم از ترس میمردیم. انقدر ترسیده بودیم که نتونستیم سر کلاس رو درس تمرکز کنیم و معلمم کلی سرزنشمون کرد. خلاصه کلاس هامون تموم شد. شب از راه رسید و ترس ما هم بدتر شد. واقعا چرا شب همه چی رو وحشتناکتر میکنه؟ لنا انقدر ترسیده بود که اصلا نمیتونست بخوابه. البته من و مایا هم دست کمی از اون نداشتیم. ولی خوشبختانه چند ساعت بعد دیدیم خوابش برده. من و مایا همینجور حرف زدیم تا حواس خودمون رو پرت کنیم. دوباره سر ساعت 2:30 بود که صدای قدم‌های پا اومد. موهای تنمون سیخ شد و با ترس به هم دیگه نگاه کردیم. صدای قدم‌ها بلند و بلندتر شد و بعد حس کردیم یه باد یخ داره بهمون میخوره و دمای اتاق یهو اومد پایین. سری زیر پتو قایم شدیم و دعا کردیم هرچی بوده زودتر از اینجا بره. ناگهان حس کردم یه چیزی اومد چسبید رو پشتم و به خدا نفسهاشو پشت گردنم حس کردم. لازم به گفتن نیست که هیچ کدوممون نتونستیم اون شب بخوابیم. صبح که شد سعی کردم اون ماجرا رو از ذهنم پاک کنم و لااقل روز آخری حواسم به درس و کلاس باشه. مایا وضعش از منم داغونتر بود. اصلا نتونست حواسشو به درس بده. حتی جرئت نمی کردیم راجع به چیزی که شنیدیم یا حس کردیم با هم حرف بزنیم. فقط میخواستیم زودتر از اون مدرسه بریم بیرون. بعد از ظهر اتوبوسمون اومد و خوشحال بودیم که بالاخره میتونیم از اونجا خلاص شیم. دانش آموزای دیگه موقع رفتن ما رو با لبخند بدرقه کردن. ولی دیدم چند تاشون انگار زیاد خوشحال نیستن و با اخم بهمون زل زده بودن. تو راه برگشت مایا حالش تو اتوبوس بد شد. راستش کلاً حال هر ستامون بد بود و اصلاً جون نداشتیم. اونجا بود که راننده اتوبوسمون یه چیز خیلی عجیبی گفت که هرگز فراموش نمی کنم. گفت باورم نمیشه تو همچین مدرسه‌ای موندید و بهتون خوش گذشته. وقتی برگشتیم راجع به اون مدرسه سرچ کردیم و دیدیم خانه وحشتی بوده واسه خودش. گویا اتاقی که ما داخلش بودیم اتاق انفرادی بود. یه جور اتاق تنبیه واسه دانش آموزایی که دردسر درست کنن یا نمره‌های بد بگیرن. اون دانش آموزا یک روز و گاهی هم هفته ها تو اون اتاق زندانی میشن. همچنین فهمیدیم که 2 سال قبل از این که ما به اون مدرسه دعوت بشیم 3 تا از دانش آموزا تو همون اتاق خودکشی کرده بودن. بدنم مرمور شد. یعنی صدای پا مال اونا بوده؟ نمیدونم. ولی اون ماجرا روح و روانم رو داغون کرده. امیدوارم روح اون دانش آموزا به آرامش برسه. اسم من کیاناست و این چیز وحشتناکی که میخوام تعریف کنم 3 سال پیش برام اتفاق افتاد. من یه موزیسینم و عضو یه گروه موزیک هستم. ساز تخصصی من ویولونه. ما هر سال از طرف مدرسه‌های شبانه روزی به یه اردوی 3 روزه دعوت میشیم. البته منظورم اردوی تفریحی نیست. فقط ساز میزنیم و کلاسای درسمونم اونجا برقرار میشه. اون بار هم از طرف یه مدرسه که تو شهر پرت و دور افتاده‌ای بود دعوت شدیم. یه مدرسه خصوصی قدیمی بود و 10-11 ساعتی طول میکشید تا با اتوبوس برسیم اونجا. خلاصه وقتی رسیدیم به اون شهر به نظرم شهر پر جنب و جوش و خوبی اومد و خیالم راحت شد. اما چند دقیقه بعد فهمیدم قرار نیست تو اونجا بمونیم. چون اتوبوسمون از شهر خارج شد و رفت به سمت جنگل و بعد از یه مسیر طولانی بالاخره به مقصد رسیدیم. مدرسه شبیه یه عمارت بود با یه دروازه بزرگ که بالاش نوشته شده بود آکادمی سنت لوئیس. از اتوبوس پیاده شدیم و یه پیرزن اومد به استقبالمون تا ما 5 تا و معلممون رو ببره داخل. اونا 2 تا اتاق واسه ما آماده کرده بودن. پسرا رفتن توی اتاق و ما 3 تا دخترها هم رفتیم تو اتاق کناریش.
وقتی مشغول در آوردن وسایلمون بودیم دیدم چند تا از دانش آموزا کنار در اتاقمون وایستادن و به ما زل میزنن. یونیفرمای خیلی خوبی داشتن ولی چهرهشون ناراحت و یه جورایی ترسناک بود. اما نگاهاشون اذیتم نکرد. گفتم احتمالاً تا حالا دختر خوشگل ندیدم. خلاصه بعد از یه اجرای طولانی بالاخره برگشتیم تو اتاقمون. منم مستقیم رفتم سمت حموم تا یکم ریلکس کنم. من الان چندین سال از این اردوها میرم و الابد فکر کردید به خوابیدن تو جاهای مختلف عادت کردم ولی نکردم. هنوزم وقتی یه جای دیگه میخوابم راحت نیستم. اون شبم بعد از کلی غلط زدن و این ور اون ور شدن به ساعت نگاه کردم و دیدم 2:30 صبحه و من هنوزم نتونسته بودم بخوابم. چشمامو بستم و صورتمو کردم تو بالشت. ناگهان یه صدایی شنیدم، شبیه صدای قدم‌های پا. به دور و برم نگاه کردم و دیدم همه تو تختشون خوابن. بعد دوباره صدا رو شنیدم. خیلی ترسیدم چون صدای پاها از پشت در می اومد. انگار یکی داشت پشت در قدم می زد. خیلی واضح صداشو می شنیدم. از ترس عرق کردم و رفتم زیر پتوم قایم شدم. خیلی وحشتناک بود. بعدش دیگه چیزی نفهمیدم و صبح شد. روتین همیشگی قبل از کلاس رو انجام دادم و بعد رفتم از بقیه دخترها پرسیدم. میگم دیشب هیچ کدومتون صدای پا نشنیدید؟ سعی کردم یه جور عادی بپرسم که نترسن. Hey, window seat. Check it. Infinity pool. Check it. Space car. Flights? You can bet your bippity we got flights run. How do you know my name? مایا خندید و در حالی که سرمو نوازش میکرد گفت حتما خیالاتی شدی. ولی از اون طرف لنل حسابی ترسیده بود. یعنی تو هم شنیدی؟ هممون فریز شدیم. مایا نگام کرد و گفت پس یعنی خیالاتی نشده بودی؟ دیگه از ترس هیچی نگفتیم و جرأت نداشتیم در موردش حرف بزنیم. واسه همین کل صبح